در دوشنبه نمایشگاه زاکر صابرов باز شد. او از سال 2006 اثرهای خود را در دو سبک نورواریزم و تنواریزم می آفرد که هر دو را هم خود ایجاد کرده است. من دنیا رو در شکلی نورها دیدم، در شکلی فضاها. امروز پیدا شدیم پگاه نیستیم، از فضا به فضا. این نور هم از همین است عبارت، فضا از همین عبارت است. تنواریزم از پیشتر نامش ماتریال تریزم بود. значит من از معنای ماتو، لباسمون همش از ماتو عبارت است. این شکل گرفته من گویا که یک ترتیبی یک کمپوزیسی نام می‌سازم. زاکر صابرов زیاده از 150 اثر خود را به سبک جدید آفریده است که 40 تای آن را در تالار سیرین دوشنبه نمایش داد. می‌خواستم که در ترکستان مثلا جایی که تولد شد اقلا همین ها درک کنن و دانن که ما چی داریم. زاکر صابرov بیرون از تاجیکستان رسامی شناخته است و تا این زمان چندین اثرهایش در اروپا و امریکا نمایش داده شدند. در تاجیکستان تلاش ایجاد شیوه دیگر در آفرینش مصوره ها را از این رسام خوش نپذیرفتند. گفتن که این چی لازم، این چیزی نوی چی در کار. ما کوهنش سرشته کردن نمیتونیم، این نور از کجا سرشته میکنیم. شخصیتی که با معرفت و با هنر و با چیگم با معلومات هستند اونها رو درک میکنند. لیکن اکثریت نی. برای چی؟ برای اینکه ما از مکتب، از کودکی، از خردسالی ما به نمی‌آموزانند. همین چیزایی که قلابشکنی رو این چیزها رو نمی‌آموزانند. ما میگیم که من همین آدم رفتار کن، من این خیلی شو، اون خیلی شو. دیگه قالبی، یعنی همون چیزی که در وجود است در حیات، همون چیزها رو به طرز قالبی درک میکنن و خلاص. لیکن برای پیشروی حیاتی مردم، صنعتی مردم، هنری مردم، علمی مردم، این همش از قالب‌شکنی ها پیدا می شود. سال 2015 زاکر صابرov شاه جایزه عقاب طلایی را در نیویورک گرفت. در اوکراین رسام بهترین اعتراف شد و صاحب نشانی برای رشد صنعت اوکراین است. زاکر صابرov قبلا رسام تئاتر بود و برای بهترین نمایشنامه‌های تئاتر اکادمی اپرا و بالت دوشنبه صحنه می‌آراست. حالا میگوید هرچی تا ایجاد سبک خود آفرید برایش اهمیت ندارد. امیدوار است نورواریزم و تنواریزم او طرفدار می‌یابد و رشد می‌کند. در شهرهای تاجیکستان بیناهای در این سبک‌ها عرض وجود می‌کنند. لیکن افسوس که تا امروز همین چیزها دستگیری نشده است که مردم بیرون از خارجی که میبینن بینن که من این بینای تماما نقشش نو رویادور و مانندی این به یگان جای دیگه در کجای جهان نیست. نمایشگاه اثرهای زاکر صابرov در تالار مهمانخانه سیرین در دوشنبه تا 15 اوگوست ادامه می‌یابد.